سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ توی این جلسه قراره که با هم دیگه تاپل ها رو بررسی بکنیم، اینام ها و یه سری قابلیت های جدید توی فانکشن ها و توی آبجکت ها با هم دیگه آشنا بشیم که ببینیم که داستانشو از چه قراره. پس با من همراه باشیم. خب بچه‌ها، توی این جلسه همونطور که گفتم قراره که اول بریم سراغ این که ببینیم یه چند تا ویژگی توی آبجکت رو با هم بررسی بکنیم. یعنی یه ویژگی مهمی که وجود داره رو بیایم با هم اول بررسی بکنیم. خب این فایلیه که اون دفعه قبلی با هم دیگه بررسیش کردیم. بیایم حالا یه دونه لت obj زدیم و فامیلی رو ازش فراخوانی کردیم و حالا اون رو فعلا در نظر نمیگیریم. من اینو پاک میکنم و میام اون اول میگم که کپس لاکم رو خاموش کنم و میگم که یه دونه آبجکت من میخوام بسازم. حالا توی این آبجکت من قراره چه مقادیری قرار بگیره؟ قراره نیم قرار بگیره، مثلا علی، و فامیلی که قراره قرار بگیره براش. حالا مثلا عبدی نداریم اینجا، مشکلی نیست. حالا بیایم یه چیزی رو با هم دیگه بررسی بکنیم ببینیم که قضیه از چه قراره. همونطور که میدونین توی جاوا اسکریپت آبجکت ها داینامیک هستن، یعنی ما هر وقت که بخوایم میتونیم بهشون یه دونه متدی رو اضافه بکنیم. یعنی بگیم که آبجکت دات مثلا ایج مساویه با 12. ولی یه خوبی که تایپ اسکریپت داره اینه که میاد از اینجا بهمون ایراد میگیره. یعنی میگه که آقا شما ایجی برای این تایپ شما وجود نداره که میخواین شما ستش بکنید، و این اتفاقیه که تایپ اسکریپت ازش جلوگیری میکنه برای اینکه شما نتونین از مقادیری که توی اون تایپتون وجود نداره استفاده بکنید. حالا بیایم ببینیم که اینجا وقتی هاور کنیم چه اتفاقی میفته. میگه شما یه دونه نیم دارین که استرینگ، یه دونه فامیلی دارین که استرینگ. من میتونم پس اینجا بیام بگم که من اینجا یه دونه نیم میخوام که استرینگ باشه و اسش رو بزرگ کرد، استرینگ، و یه فامیلی دارم اونم استرینگ. حالا اینجوری دیگه میبینیم که ما ایج رو تعریف نکردیم. حالا من میخوام توی این مقادیر اولیه‌ای که دارم بهش پاس میدم بیام مثلا بگم که آقا اینجا بگم که یه ایجی هم باید وجود داشته باشه از نوع نامبر. حالا من اگه به اون مقادیر اولیه‌ای که داریم به اون آبجکتمون میدیم ایج ندم، اینجا میاد بهمون ایراد میگیره که آقا باید شما حتما ایج داشته باشیم. بذار اینو من ببرم. میگه که حتما باید ایج داشته باشی. حالا من میخوام این ایج رو بگم که آقا آپشناله، یعنی اگه بهش دادم که قبول کنه، اگه نه هم که هیچی. پس من میام یه دونه علامت سوال اینجا میذارم که بگم که آقا به این کاری نداشته باش، من این ایجم یه مقدار نامبریه که آپشناله و میتونه هر وقت بهش اساین بشه. حالا بیام یه چیز دیگر رو با هم دیگه بررسی بکنیم. من بیام اینجا یه چند تا اینتر بزنم که یکم بیشتر آشنا بشیم. خب تصور کنین من میخوام یه دونه استیت براش بذارم، خب، و بگم استیت من استرینگه. اوکی تا اینجاش. حالا اتفاقی که میفته و بیام اینجا بهش بگم که استیت یه مقداریه که مثلا اکتیو باشه. اوکی. حالا تصور کنین که من میخوام این استیت خودم رو نتونم دیگه بخوام جلوگیری بکنم، یعنی یه جورایی ریدونلیش بکنم برای اینکه یه یوزر دیگه یا یه دیولپر دیگه نتونه بیاد به استیت من مقدار بده. یعنی من اگه اینجا 12 رو بذارم میبینیم که ارور نداره. حالا بیایم قبل از استیتمون یعنی توی تایپمون یه دونه ریدانلی بذاریم ببینیم چه اتفاقی میفته. یعنی وقتی ریدانلی بذارم میگه چی؟ میگه cannot to assign a state because it's a read-only property. یعنی این که میگه آقا شما نمیتونی به این استیت یه مقدار دیگه ای رو اساین بکنی و میاد اجازه نمیده که ما اون رو ازش استفاده بکنیم. یه نکته‌ای که راجع به آبجکت ها گفتم که بهتون بگم که شما میتونین از ریدانلی استفاده بکنین که نذارین که یوزر هاتون توی اون مقدار اولیه‌ای که برای اون آبجکت ست میکنن دیگه نتونن که دیگه استیت رو تغییر بدن و عوضش بکنن. اینم از
این قضیه‌ای که میخواستم توی آبجکت ها بهتون بگم. بریم سراغ تاپل ها. توی بذار اینو نگهش داریم و اینجا این رو هم پاک بکنیم که مشکلی برامون به وجود نیاره. بریم سراغ تاپل ها. حالا تاپل ها چی هم توی تایپ اسکریپت؟ تاپل ها میشن اون آرایه هایی با طول ثابتی که ما داریم. یعنی اینکه من یه آرایه همیشه دارم، میگم که آقا من یوزر ها همیشه پارامتر اولشون آیدی شونه، پارامتر دومشون علیه. یعنی میگم آقا همیشه شما وقتی بخوای یوزر رو بگیری از من، شما باید آیدی رو بذاری توی اندیس صفرم و اسمش رو بذاری توی اندیس اولی که توی آرایه وجود داره. حالا بریم اینو اساین کنیم به یه دونه متغیر که ببینیم چه اتفاقی میفته. من میگم let یوزر مساویه با این. بریم اول روی یوزر هاور کنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. وقتی روش هاور کنم میگه یه آرایه‌ایه، حالا یه چیز جدید، یه نکته جدید، میگه یه آرایه‌ایه که میتونه نامبر باشه یا میتونه استرینگ داخل عناصرش قرار بگیره. پس ما این یا رو هم متوجه شدیم. مثلا من یه متغیر دارم به اسم age، بهش میدم 12. میخوام یه جای دیگه بگم age استرینگ هم قبول بکنه، یعنی بگم که آقا من اگه استرینگ 12 رو هم بهش دادم به هم ایراد نگیره. حالا این age دیفالت میگه که آقا نامبره، یعنی اینجا من بگم که این نامبره، همچنان روی اون استرینگ گیر میده. حالا من میخوام بهش بگم که یا نامبر بهش پاس میدم یا استرینگ، یه دونه پایپ میذارین و میگین که استرینگ و اینجوری میبینین که به این ایج دیگه گیر نمیده. پس این یا رو هم با هم دیگه یاد گرفتیم. حالا برگردیم سراغ تاپلی که داشتیم. این دوتا رو من پاک بکنم یا بذارم باش. اینو کات میکنیم، میایم پایینتر، یکم اینجا رو مرتب تر. خب پس فهمیدیم که اینجا داره میگه که آقا شما یه آرایه‌ای داری که توی هر اندیسش میتونه، یعنی توی هر خونه آرایه میتونه یا نامبر باشه یا استرینگ. حالا ما اینو نمیخوایم. چرا اینو نمیخوایم؟ چون من میتونم که بیام اینجا و یه دونه مقدار دیگه هم بهش اساین بکنم، یعنی بگم که آقا مثلا عبدی رو من دارم تو پارامتر سوم هم بهش پاس میدم. توی منطق جاوا اسکریپتی که میتونه مهم نباشه، چون ممکنه که آقا شما بریزی اینجا ولی یه جای دیگه بیای فقط از اولی و دومیش استفاده بکنیم و هیچ خطایی هم نداری. ولی ما میخوایم یه کاری بکنیم که تایپ اسکریپت نذاره ما پارامتر سومی رو بهش پاس بدیم، یعنی بگیم که آقا آرایمون باید دوتایی باشه و فقط اولیش نامبر باشه و دومیش هم باید استرینگ باشه. یعنی من اگه از همین تایپ، یعنی بگم که اینجا یه نامبر داریم، یه استرینگ و یه آرایه از این طور. حالا من اگه بیام دوباره یه دونه let یوزر 2 بسازم و همین مقدار رو بهش پاس بدم، البته چرا اینجا مساوی گذاشتم نمیدونم، بعدم اینجا چرا آبجکت گذاشتم بازم نمیدونم، string. اوکی. خب حالا باز چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه که من الان میتونم اینجا بیام به اولیش استرینگ بدم، یعنی هیچ ساختاری رو نداره و این هم برای ما قابل قبول نیست. حالا من میام چیکار میکنم برای اینکه این قضیه حل بشه؟ برای اینکه این رو حل بکنیم میتونیم از تاپل ها استفاده کنیم. حالا بریم سراغ تاپل ها. تاپل ها گفتم همون لیست ها یا همون آرایه های با طول ثابت و مشخص، یعنی ساختار مشخصی دارن. بیایم بگیم let یوزر 3، میخوام بهش تایپ بدم. اینجا میام اون علامت کروشه رو میذارم که میخوام بگم من یه دونه آرایه دارم. حالا برای اینکه تایپ آرایه رو مشخص کنیم اومدیم قبل از آرایه، یعنی اینجا می اومدیم و تایپ خودمون رو میدادیم. حالا بذار من مساوی بذارم و این مقدار رو وارد کنم. حالا میخوام بهش بگم که این قراره که یه تاپل باشه. برای اینکه تاپل بخوایم بسازین و حتما داخل کروشه ها بیاین تک تک اندیس هایی که قراره بهش پاس داده بشه رو صدا بزنیم. بگین اولیش یه دونه نامبره. اوکی. حالا این VS کد ما هم میخواد اذیت کنه.
بخوای اذیت کنی اذیتت میکنم. و بعدیش رو هم میگم استرینگ. میبینیم که ارورمون رفت. حالا من از همین یه دونه میسازم و اینجا میگم یوزر 4. حالا ببینید اگه مثل اون مثال یوزر 2 بهش پاس بدم چه اتفاقی میفته. میبینیم که داره بهمون ارور میده، میگه تایپ استرینگ رو تو نمیتونی جای نامبر بذاری، یعنی اولیش داره به این علیه گیر میده. حالا من اینو میام مثلا میکنمش 4. باز داره میگه شما نمیتونی نامبر رو اساین بکنی به یه تایپی که استرینگه. پس اینجا من اگه بذارمش داخل کروشه که بشه بذارم داخل کوتیشن که بشه استرینگ، میبینیم که اون ارورمون هم رفت میشه به همین راحتی. اوکی. پس این هم شده از تاپل ها، یعنی شما میتونید توی تاپل ها هم از این استفاده بکنید. حالا یه سوالی مطرح میشه که حالا توی کامنت ها اگه خواستین بهم بگین، اگه اینکه من بخوام بگم اون مقدار اولیه من یعنی اینجا 5، میخوام بگم که آقا اولین مقداری که دارم آیدی میدم اوکی بذار آیدی باشه، ولی دومیرم میخوام یا آیدی بدم یا استرینگ بدم که یا رو یاد گرفتی. حالا من میخوام اگر 4 و 1 بهش دادم بتونه این رو هندل بکنه و بهمون ارور نده. پس اینو حالا اگه خواستین توی کامنت ها برام ارسال بکنین که ببینیم به چه صورتی. چشم. بگو چشم. چشم. آفرین. خب بریم سراغ یه مبحث جدیدی داخل تایپ اسکریپت، مبحثی به اسم اینام ها. اینام اگه قبلا با جاوای خالی یعنی جاوا اسکریپت نه، اگه با جاوا آشنایی داشته باشین کلمه اینام به گوشتون خورده و اونجا دیدیم که ازش استفاده میشه. حالا توی تایپ اسکریپت ایناما به چه کاری میاد؟ تصور کنیم من یک سایت لباس فروشی دارم و میخوام سایزهای مختلفم رو، چون سایزهای مقدار ثابتی دارن، بیام و از یه ویژگی تایپ اسکریپت استفاده بکنم که دیگه همیشه راحت باشم. میام چیکار میکنم؟ میگم که من یه لت که نه، برای اینکه اینام بسازم اول از کلمه کلیدی اینام استفاده میکنم و بعد یه اسمی براش میذارم. حالا این رو کپیتالایز بنویسین یا بهش میگن که پاسکال، که حرف اولش رو بزرگ بذاریم. من میگم که آقا یه اینام سایز برای من ایجاد بکن. حالا همونطور که جلوش میبینین خودش داره ارور میده، میگه آقا شما باید یه دونه آکولاد بذارید. وقتی آکولاد بذاریم تا اینجا اوکی، بیایم و مقادیری که داخل این سایز قرار وجود داشته باشن رو با هم دیگه قرار بدیم. من میگم اسمال. خب اصلا من اشتباهی که کردم اینه که مساوی گذاشتم. خب میگم مقدار اولیش اسماله، بعدی مدیومه و بعدی لارج. اوکی. حالا این چه اتفاق میفته؟ من میام پایین تر میگم let dress مساویه با، حالا از اون مثلا میگم dress size که منطقه باشه، میگم dress size من بیاد از اون اینامه، حالا دات که بزنم میگه large medium small. دیگه به همین راحتی میتونن از این اینام ها استفاده بکنن توی اپ هاشون و دیگه میدونن که آقا از این 3 تا پارامتر بیشتر نمیتونن ازش استفاده بکنن. حالا یه نکته راجع به این اینام ها هست. من گفتم let dress size مساویه با size dot small. حالا بیایم بگیم که آقا لاگ بگیر dress size رو و بعد هم بیا tsc رو اجرا. خب برگردیم ببینیم که تو فایل JS مون چی ساخت. همینطور که میبینین اینجا اومد چی کار کرد؟ حالا کاری به این بالایی ها نداریم. اومد یه دونه ور سایز ساخت، بعد یه دونه فانکشن سایز میسازه که میگه اسمال مساوی با 0 و مدیوم مساوی با 1، لارج مساوی با 2. و حالا هر جایی که ما از اون مقادیر استفاده بکنیم میاد اون 0 و 1 و 2 رو به همون نشون میده. یعنی اگر من دوباره بیام اینجا بگم که نود دیست، همونجور که میدونین ما دیگه فایلمون توی پوشه دیست، نود رو اجرا بکنم میبینین که لاگ 0 رو میندازه، یعنی چون من گفتم اسمال میاد و 0 رو بهم خروجی میده. حالا یه زمانی هست ما نمیخوایم که اینها، یعنی اگه روش هاور هم بکنم میبینیم که اسمال رو زده 0، مدیوم رو زده 1، لارج رو زده 2. حالا فکر کنیم من میخوام آقا اینا از 1 شروع بشن، کافیه به یکیشون مقدار 1 بدم. حالا اگه بریم رو مدیوم میگه مدیوم 2،
لارج 3. یعنی این بار اگر من این رو TSC بزنم و بعد اجراش بکنم میبینیم که مقدارش شد 1. یعنی بریم توی JSش هم ببینیم میبینیم اینا تغییر کرد. حالا یه زمانی هست که اگر شما به اولیه یه عدد بدین خودش میره اینکریپت اینا رو هم اضافه میکنه. اوکی. حالا یه زمانی هست که شما نمیخوایم اینجوری مقدار بدیم، میخوایم بهش از استرینگ یا هر ساختار دیگه استفاده کنیم. من میگم M یا نه بگیم S و توی بعدی اگر اینجوری صدا زنیم باید به تک تکشون بگیم که مقادیرشون چی قراره باشه ولی بهتون ارور میده. یا مساویه با A و این رو سیو میکنم. من میگه اسمال S، مدیوم M، لارج هم L. اگه یه بار دیگه من این رو درست بکنم میبینیم که مقدار S رو به هم خروجی میده. حالا بیایم و یه ساختار دیگر رو با هم دیگه بررسی بکنیم. میایم اینجا که بریم سراغ فانکشن یا بذاریم اینو باشه. من رو پاک میکنم. خب بیایم اینجا یه دونه فانکشن رو برای خودمون ایجاد بکنیم. من میگم که فانکشن get user. اوکی. و اینجا let user مساویه با get user. اینجا بگیم سوپر یوزر که داشته باشیم. خب حالا بیایم اول از همه اینو پاک کنیم که فعلا بهمون ارور نده. میگه چی؟ میگه این get user شما یه دونه تابع ویده، یعنی اینکه این خروجی رو نداره. یعنی اینجا انگار شما بگین که void وجود داره. اوکی تا اینجا. حالا من میام اینجا میگم که مثلا شما باید یه دونه یوزر آیدی به من پاس بدی از نوع نامبر. حالا چه اتفاقی میفته؟ اینجا میگه آقا شما باید این get user بهش پارامتر پاس بدی. من بهش 1 پاس میدم. حالا میام اینجا میگم ریترن کن 1 2 3. اوکی. پس این دیگه باید بشه مقدارش نامبر. ریترن رو اشتباه نوشتم. خب این مقدارش میشه نامبر. حالا میخوایم یه حرکتی بزنیم. چه حرکتی؟ این که اول بیایم به همون بگه که یعنی میخوایم از این یوزر آیدیه توی فانکشنم هیچ استفاده ای نشد. اول از همه میخوایم بیایم بگیم که آقا اگر من توی فانکشن هام پارامتری داشتم که اصلا ازش استفاده نکردم هم به هم ارور بده. یعنی نذار که آقا من یه پارامتر رو همجوری رو هوا بسازم. برای اینکه این ارور رو به همون بده بذاریم پیداش بکنم. no unused used parameter. این رو که فعال بکنیم یعنی مقدارش رو ترو قرار بدیم، اگه برگردیم اینجا میبینیم که به این یوزر آیدیه داره گیر میده. میگه که آقا یوزر آیدی هیچ وقت استفاده نشده. یعنی ارور نمیده، یه وارنینگ میده که آقا شما یوزر آیدی ساختی ولی ازش استفاده ای نکردی. پس من میام اینجا میگم که let آیدی مساویه با مثلا همون یوزر آیدی. حالا چه اتفاقی میفته؟ اون ارور دیگه رفع میشه. ولی یه مسئله وجود داره. ما موقع‌هایی هست که از یه سری متغیرهای محلی توی فانکشن ها استفاده میکنیم. یعنی یه متغیریه که توی اون فانکشن بهش نیاز داریم و بعد از اینکه فانکشن کاش تمام بشه دیگه نیازش نداریم. پس میایم توی خود فانکشن تعریفش میکنیم. حالا میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم به تایپ اسکریپت بگیم اگه از این متغیران داشتم و ازش استفاده ای نکرده بودم بازم بیا به هم بگو که آقا تو یه همچین چیزی داری و ازش استفاده ای نکردی. بیایم اینجا و بگیم که این همین خط بالایی no unused local. من این رو هم از کامنت در میارم و برمیگردم. میبینیم که به این آیدیه هم داره به همون گیر میده و داره میگه که آقا شما باید از این استفاده بکنید. پس من میام اینجا. حالا مسئله ای که هست من اینجا میگم که من اینجا یه دونه این رو پاک بکنم و بگم که if اگر آیدی وجود داشت شما بیا ریترن کن خود آیدی رو. حالا چه اتفاق میفته؟ شما زمانی که بیاین و توی یه شرطی
ریترن خودتون رو بذارین، خود تایپ اسکریپت بهتون ارور میده. میگه چی؟ میگه الان اینجوری که تو کد زدی ممکنه که خروجی تابعت undefined باشه، یعنی ممکنه که این نامبره وجود نداشته باشه و یعنی من بیام اینجا رو آپشنال کنم، یعنی اینجا هم مقداری بهش ندم. میبینین که اینجا بهم هیچ اروری نمیده، نمیگه که آقا شما باید یه پارامتر بهش پاس بدید، ولی اینجا داره میگه ممکنه شرایطی پیش بیاد که این آیدی undefined بشه، یعنی یوزر آیدی بهش پاس ندیم و میگه وقتی این undefined بشه دیگه ریترنی وجود نداره، پس ریترن شما void میشه، در صورتی که گفتی ریترن من همیشه نام بره. پس ببین اینجا هم تایپ اسکریپت حواسش بهمون هست که من درست کار کنم و اینجا اگر که ریترن کنم مثلا 1 رو، میبینیم که این مثلا برای ما حل میشه. حالا میخوایم چیکار کنیم؟ بیایم بگیم که آقا تو این رو برای ما در نظر بگیر همیشه. میایم اینجا no implicit return، میگه enable error reporting for code pass، میگه که اگر این رو ترو بذاریم و برگردیم اینجا میبینیم که بهمون این ارور رو میده و دیفالتش هم تروه و اجازه نمیده که آقا من اگر که ریترنی ندارم ادامه کارم پیش بره و اون فایلم به درستی اوکی بشه. توی این جلسه سعی کردم که یه سری نکات راجع به آبجکت ها بهتون بگم، اینام ها رو بررسی کردیم، تاپل ها رو بررسی کردیم و یه سری تنظیمات مربوط به فانکشن ها رو هم با هم دیگه بررسی کردیم که ببینیم که داستانشون از چه قراره و چه جوری میتونیم ازش استفاده بکنیم و کدهای تمیزتر و بهتری بنویسیم. اگه خوشتون اومد لایک و شیر و سابسکرایب فراموشتون نشه. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.